وقتتون بخیر. ما در هفته ها و روزهای آتی یک سری دیبیت تحت نام عبور از دروازه های نظام سلطه خواهیم داشت بعد از دیبیت های قیام آخر. در روزهای اخیر شما شاهدید که هیچ کدام از این به اصطلاح متفکران جهان غرب نظری درباره کرونا و بزرگترین بحران قرن 20 و 21 ندارند. به اعتراف خیلی از سران کشورهای دنیا، نظامهای کورپوریشنی، آنچه که امروز تجربه می کنند غیر قابل مقایسه با بحرانهای گذشته است. شما هیچ کدام از این کسانی که در تلویزیون ها و تریبون های مختلف صحبت می کردن پیرامون موضوعات مختلف مثل آقای نوام چامسکی، مثل آقای اسلاوی ژیژک، مثل آقای برنارد لوی، مثل آقای زیگموند باومن و خیلی های دیگه‌ای که بزرگان دنیای اکادمیک غرب بودند، امروز حضوری در این بحران بزرگ جهانی ندارند. بحرانی که به اعتراف خود سران کشورهای دنیا آنچه که تجربه می شود بسیار وسیعتر، گسترده‌تر، با تبعاتی بسیار بزرگتر، همه‌گیرتر از جنگ‌های جهانی ابتدای قرن 20. خب یک سوال بزرگ اینجا بایستی مطرح بشه که چرا تصمیمات سیاسی که اتخاذ میشه در نقاط مختلف دنیا به نام تصمیمات سلامتی و صحت مردمان جوامع غالب میشه توسط مس میدیاها و کسانی که کارمندان نظام سلطه بودند امروز مهر سکوت بر لبان خود زدند. واسه این سوال رو کسانی که خیلی طرفداران غرب بودند و نظام سلطه بودند پاسخ بدن که این آقای نوام چامسکی الان کجاست، این آقای اسلاوی ژیژک الان کجاست، اینها چرا نمیتونن تحلیل بکنن چه اتفاقی داره میفته؟ این همه برنامه های مغشوش و این همه ذهن پراکنده و نبود یک مصدر جهانی که بتواند به صورت منسجم و یک کاسه در مقابل این بحران بیستد چیست و چرا نیست؟ ما شاهد بودیم طی سالهای گذشته در دهه 90 ایالات متحده آمریکا به بهانه داشتن سلاح‌های کشتار جمعی بارهای بار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل دادند و اجماع جهانی کردند بر علیه رژیم صدام حسین به بهانه داشتن چند بمب شیمیایی. اما بحرانی که امروز جهان را در نوردیده و امروز ارکان نظام سلطه جهانی را به لرزه در آورده، شما شاهد هیچ اجماع جهانی نیستید. مجمع شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه نمی دهد. رئیس جمهورهای کراواتی، خانمهای شیک مینجوپی با هم عکسای دست جمعی نمیگیرند، با هم دست نمیدند و با هم هیچ معاهده و قراردادی امضا نمی کنند. این سوال رو بایستی شما و کسانی که طرفداران این نظام سلطه بودند، تمامی کارمندان نظام سلطه در اقصانقات جهان پاسخ بدن. کجا هستند کسانی که یک زمانی تحت نام وجدان بیدار بشری نگاه‌های آونگارد، صداهای آونگارد در دنیای سیویلایزد پست مدرن غرب صحبت می‌کردند؟ بحرانی که تا می‌رود گسترده تر می‌شود و بیشتر سردرگمی نظام سلطه‌ای که ادعا می‌کرد بر همه چیز اشراف دارد آشکار می‌شود. نقش ما مردم چیست؟ اینها طی سالهای متمادی، طی قرون گذشته چه کار کردند با جوامع بشری، با انسانها و از انسانها چه چیز ساختند؟ امروز ترس حکامان دنیا چیست؟ چرا اکثریت کسانی که در
این دولت‌های کورپوریشنی دارای مقاماتی هستند به صورت تئاتر و نمایشی ادعا می‌کنند که مبتلای به کرونا شدند، اما واقعیت چیز دیگری است. آیا اینها میخوان از منظر عموم خود را پنهان بکنند؟ آیا اینها میخواهند به مردم بگویند که تمام تلاش خود را میکنند که این سایه مرگ را که به محیط زندگی انسان پست مدرن امروزی بازگشته است کنار بزنند و زندگی انسانها را همسو و همجمار بکنند با سعادت و خوشبختی، نه با هراس و مرگ؟ این از اون سوالهایی است که امروز بایستی کسانی که تریبونهای مراکز دانشگاهی رو در دست میگیرند و سمینارهای مختلف میذارند و کارگاه‌های آموزشی دارند و عنوان و تایتل های مختلف داشتند پاسخ میدادند. امروز غیاب اونها یک مسئله رو به واضحی برای مردم روشن میکنه و اون اینه که تمام اینها، تمام اون کسانی که به نام صداهای آونگارد دنیای سرمایه‌داری لیبرالی صحبت میکردند، کارمندان این نظام سلطه بودند، سوپاپ اطمینان‌های این نظام سلطه بودند که این نظام سلطه بتواند بماند انحصار و انضباط و کنترل خودش رو گسترده تر بکنه. ما سعی میکنیم در دیبیت های گذار از نظام سلطه همسو و همزمان با دیبیت های آخرین قیام این مسائل رو روشن بکنیم. تمام تصمیماتی که تا به امروز تحت نام سلامت عموم جامعه، سلامت کشورها، سلامت آحاد انسانها گرفته شده، تصمیمات صرفاً سیاسی است. هیچ کدام از اینها تصمیمات درمانی نیست و نظام سلطه جهانی با ادعای پرطمطراقش در راستای کنترل و احاطه بر جهان هستی دچار شکست شده و این شکست رو میخواد با فرار به جلو پنهان بکنه از منظر انظار عمومی. اینجاست که حضور اینهایی که تا دیروز به نام روشنفکران جامعه جهانی، به نام متفکرین انسان صحبت میکردن، لازم بود که امروز در پس پرده غیبت و پنهانکاری حضور دارند و توضیحاتی برای مردمان جامعه خودشان، برای جامعه بشریت و برای تاریخ ندارند. ببینید، آنچه که مورد ترس و هراس این هاست تغییر مردم و تغییر رفتار مردمه. نظامی که طی سده‌های گذشته سعی کرد با ساختن زندگی اردوگاهی، با ساختن شهرهای متراکم از جمعیت و نظم دادن اینها بر اساس پادگان، با کمک گرفتن از نظام آموزش و پرورش، با کمک گرفتن از نظام پزشکی، تیمارستانی و بیمارستانی، با کمک گرفتن از نظام بوروکراسی و سلسله مراتبی بتواند انسانها رو و بدنهای انسانها رو تربیت بکند، انضباط بدهد و به کنترل در بیاورد و ارکان قدرت رو تکه تکه و پاره پاره بکند و به صورت انضباط در بیاره. اما اینجا چه اتفاقی روی داده؟ نظام حاکمیت از چه میترسد؟ ببینید، شستن دست ها، زدن ماسک، استفاده کردن از جلهای ضد عفونی، خود رو در خانه قرنطینه کردن، به قرنطینه رفتن، همان حکایت سده‌های گذشته است که انسانها رو دوچارش کردن. حالا میخوان همون کار رو بکنن. این هیچ ربطی به سلامتی و صحت انسانها ندارد. شما اگر میبینید امروز حضور نیروهای نظامی در خیابانها تحت نام برخورد با کرونا، سمپاشی کردن، ورودی شهرها را گرفتن، ضد عفونی کردن ماشینهای مردم، چک مسافران،
صرفاً و صرفاً نمایش اقتدار حاکمیت است، یعنی ما در این جبهه نیز حضور داریم. به همان صورتی که اینها عکس پرستاران، پزشکان رو مخابره میکنند به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی به خاطر اینکه نشان بدهند اینهایی که در صف مقدم هستند کارمندان ما هستند، ایثار میکنند، جانبازی میکنند در راه حفظ سلامت و زندگی انسان و بشر امروزی مصرفگرا. اینها همه تئاترند، یک سری نمایشند به خاطر اینکه بتوانند تبعات آینده کرونا را کنترل بکنند به صورتی که شیرازه نظام سلطهشان از بین نرود. حالا ما به خاطر اینکه سرآغاز یک سری دیبیت هستیم تحت نام عبور از نظام سلطه مجبوریم سرخطه‌هایی از دیبیت های گذشته رو یادآوری بکنیم. ببینید، من در داستان برادران کارامازوف، چپتر گراند اینکویزیتر مفتش اعظم داستایوفسکی، وقتی این رو به زبان گورانی داشتم تحلیل می کردم در سری دیبیت های آخرین قیام، وقتی که عیسی مسیح طبق داستانی که ایوان نقل می کند برای آلیوشا که در شهر سویل در قرن 16 در اسپانیای زمان انگیزاسیون ظهور می کند، در بین مردمانی که همه عیسی را می شناسند و می گویند او آمد و عیسی معجزه می کند و مردمی رو که نیاز دارند و مریضند و احتیاج به سلامتی دارند و دختر بچه‌ای که مرده است رو زنده می کند و مردم معجزات رو می بینند، مفتش اعظم مسیح رو دستگیر می کند و مردم در انفعال مطلق می ایستند و مفتش اعظم و سربازان او عیسی مسیح رو به زندان می برند. ما گفتیم نیچه میگه تنها مسیحی دنیا عیسی مسیح بود و داستانم همینه. تمام قدرت مسیحیت نه بایبل است بلکه نوع مرگ مسیح است. نیچه میگه که بعد از مسیح هیچ کسی مسیحی نبود، کما اینکه در همون داستان برادران کارامازوف مفتش اعظم به خود مسیح یادآوری میکنه که بعد از اینکه شما به صلیب کشیده شدید هیچ کس نتوانست به اندازه قامت صلیب شما بیستد. اینجا یک مسئله رو مطرح میکنند وقتی که اون سوالهایی رو میپرسه از مسیح بابت وسوسه هایی که شیطان از او کرد و مسیح نپذیرفت. پیامی که داد این بود: ایمان نه از جنس باور است. مردمان ما و مردمان دنیای امروز عادت کردند باورمند باشند. اصولا خود باور هیچ چیزی را حقیقت نمی کند و حقیقی نمی کند. همین که شما به چیزی باور داشته باشی این چیز نه حقیقی می شود نه حقیقت است. اینی که مسیحیان فکر کردند مسیحی بودن یعنی ایمان به مسیح آوردن به معنای باور به مسیح آوردن، این انحراف بزرگی بود در راستای نظام سلطه تئوکرات مسیحیت و کشیش های بزرگ و کاردینال ها و مفتش های اعظم. اینجاست که انسانها آزادی خود را به کلیسا می فروشند و در مقابل او امنیت می خواهند و نان می خواهند. خودشون رو معاوضه می کنند. اما
اما آنچه که نیچه میگه هیچ کسی مسیحی نمیشه، آنچه که مفتش اعظم به مسیح میگه که چرا هیچ کسی مسیحی نمیشه، و ما گفتیم هیچ کسی بعد از محمد ابن عبدالله محمدی نشد، هیچ کسی مسلمان نبود. اینا فکر میکردن با یک اشهد گفتن، با یک صلوات بر محمد و آل محمد دادن مسلمان شدند. اما اسلام هیچ چیز نبود جز عمل به رفتار محمد و محمدی بودن، نه باور به محمد داشتن، نه به نام محمد هزاران هزار انسان رو به بند کشیدن و خونها ریختند و کیسه ها را پر از زر کردن. هیچ کسی بعد از محمد ابن عبدالله مسلمان نبود. لذا دنیایی که نظامهای سلطه برای ما ساختند دنیایی بود برای انسانهایی که باور می کنند تا رستگار می شوند. عمل موجود نیست، مسئولیتی وجود ندارد و این جهان رو دچار بحران بزرگ می کنه. گله های رمه‌ای که اختیار خود را به دست چوپان دادند، گله های رمه‌ای که فکر نمی کنند، صرف باور، صرف لقلقه زبانی احساس می کنند که رستگار خواهند شد. و اما بازگردیم به این سرزمین خود، این سرزمین کردوار. ببینید روایتی که اینها کردن، اولا جهان تحت سلطه روایت است. ما زمانی مارکسیست بودیم، در دوران جوانی مارکسیست بودیم و یکی از شعارهای اصلی مارکسیزم این بود که کار انسان را خلق کرد. بارها شنیدیم که انگشت سبابه باعث شد که انسان به تکامل برسد تا ابزار بسازد و متفاوت بشود با موجودات دیگر، اما هیچ کدوم از اینها درست نبود، چون ما صدها هزار سال است انسان ابزارساز داریم، اما هیچ کدام از این انسانهای ابزارساز نتوانستند تمدنی بیافرینند، نتوانستند عملی ماندگار انجام بدهند. چه چیز باعث تولد انسان شد؟ آنچه که اینها به نام پیغمبر نام آوردند صورت دیگرش قصه گوی اعظم است. انسان به یمن باور به قصه های بزرگ توانست کار بزرگ بکند. شما وقتی میخواهید نظام سلطه رو از زوایای مختلف ببینید، ما در دیبیت های گورانی من پرسیدیم از مردم، سعی کردیم به صورت پابلیک فلسفی به زبان ساده عام پسند صحبت بکنیم و به مردم بگیم که چه اتفاقی افتاد. از مردم سوال کردیم شما مردم 20 سال پیش نیستید، رفتاراتون عوض شده، نرمهاتون عوض شده، نگاهتون عوض شده، فساد سرتاپای وجود شما، زندگی شما، اجتماع نداشته شما رو گرفته. چه اتفاقی براتون افتاده؟ شهاب سنگ برخورد کرده، تکون خوردید، همه خیلی مطالعه می کنید. چطور شد که طرف مسلمان زاده بود، طرف عرب بود، ناگهان همه عوض شدن؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ همه بیدین شدن در این سرزمین ما.
ما گفتیم یکی از پروژه های شیعه کردن این است که شما را ابتداعاً از اسلام تسنن منفور می کنند، بعد شما به دامان زرتشتیت میخزی و آنگاه از دل زرتشتیت شیعه گری علوی بیرون میاد. چه بود اینها؟ چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، ماها در محاصره روایت های بزرگیم، قصه های بزرگ. مسیحیت قصه بزرگه، اسلام قصه بزرگه، کمونیسم قصه بزرگه، داستان بزرگه، روایت بزرگه. سرمایه‌داری و لیبرالیسم روایت بزرگه که هر کدوم از اینها یک سری حواشی دارند و اینها از بس تکرار شدن، تکرار و وسواس و تکرار و وسواس، مردم قبول کردن. پول کاغذی قصه است و ما هممون این قصه رو قبول کردیم. به همین خاطر یک چوپان کرمانی حاضر گوسفند خودش رو در قبال $20 کاغذی که معلوم نیست در کجا کی چاپ کرده عوض بکنه، کالای خودش رو با یک کاغذ عوض بکنه. او به قصه ای باور کرده، یک قصه همگیر شده. ببینید، ما در این سرزمین خودمان با قتل و نابودی یک روایت روبرو بودیم. چرا با قتل و نابودی یک روایت روبرو بودیم؟ به خاطر اینکه وقتی روایت ها دموده میشن، دچار بحران میشن، انسان ها به روایت های دیگر پناه میبرند، به دامان روایت های دیگر میخزند. خب ما در این سرزمین کردوار چند روایت داریم. یک انسان کردی بایستی چند روایت بدونه؟ ما با 4 روایت روبرو هستیم. روایت اول، روایت سرمایه‌داری لیبرالی که خلاصه میشه در 2 بال توسعه اقتصادی و مصرفگرایی. روایت دوم، روایت آریایی کوروشی که خروجیش برای کسانی که کردشان نامیدند به نام اتنسیتی و قومیت شد دیاکو، شد مادبازی، شد زرتشت بازی. روایت سوم، روایت اسلامی، یک سوش شیعه‌گری، یهودی بازی، یک سوی دیگش یهودی بازی، سلفیگری و جهادیگری و اخوانی. اینم روایت سوم. روایت چهارم، روایت کمونیسم بود که این هم چه به صورت خلقیش چه به صورت کارگریش میخزید در دامان روایت دوم ایرانی. خب چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، شما از دهه 90 به بعد نگاه میکنید، یه سری گروه های چپ مارکسیستی کمونیستی در این کورپوریشن ایرانی ناگهان سویچ میکنن بدون اینکه چی بگم. مثلا شما برید چریکای فدایی رو گیر بیارید، شما برید راه کارگری ها رو پیدا کنید، شما برید حزب کمونیست رو نگاه کنید، کارگری رو نگاه کنید، شما برید کوملا رو نگاه کنید، شما از عبدالله مهددی بپرسید چه کار است، از ابراهیم علیزاده بپرسید چه کار است، از حمید تقوایی بپرسید چه کارن. اینها یک مشت پا در هواهای آفتاب پرستن، خودشونم نمیدونن چه کارن. چه اتفاقی افتاد؟ روایت کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی شکست خورد ظاهراً. اینها فوراً سویچ کردن رو روایت مد. روایت چی؟ دموکراسی، پلورالیسم، حقوق شهروندی، تبعیض، یا به صورت رادیکالش کارگری. چه شد که مردمان این سرزمین
از سنن اجداد خود فاصله گرفتن و ناگهان امروز روایتی که بر اینها حاکمه روایت سرمایه‌داری است، نئولیبرالی است و سیاست بازار است در این مردمان. خروجیش چیه؟ به صورت کلانش در سطح جامعه اگه شما بیکاری توسعه اقتصادی نداری، اگه شما امید به زندگی نداری توسعه اقتصادی نداری، اگه شما با بیماری دست و پنجه نرم میکنی توسعه اقتصادی نداری، اگر احساس سعادت نمیکنی توسعه اقتصادی نداری. ببینید تمام آفات یک جامعه، اگر دیکتاتوری است توسعه اقتصادی نیست، اگر کشتار است توسعه اقتصادی نیست، اگر سرکوب است توسعه اقتصادی نیست. تمام اینها رو روایت سرمایه‌داری لیبرالی به توسعه اقتصادی ربط میده. در حوزه ایندیویدوال انسان هم وارد مصرفگرایی میشه. کمردرد داری پول بده برو ماساژ تایلندی، سردرد داری پول بده برو ماساژ هندی، استرس داری برو مدیتیشن، کلاس های مدیتیشن، ورکشاپ های مدیتیشن. میخوای موفق بشی کورس بگیر، تربیت پیدا کن، مطالعه کن، درس بخون، پول بده، خرج کن، مصرف کن. حالت بده سفر برو، یه پکیج مسافرتی بخر، با کروز برو دنیا رو ببین، بخر، مصرف کن، خوب میشی. هر جوری حالت بده مصرف کن، خوب میشی. روابطت با زنت بده طلاقش بده، یکی دیگه بگیر. شوهرت بده طلاق بگیر، یکی دیگه بگیر. زندگی زیر یک سقف خسته کننده است، تکراریه، عوض کن. پارتنرت عوض کن، هفته یه بار، شبی یه بار. خرج کن، مصرف کن، خودتو مصرف کن، دیگران رو مصرف کن، زندگی رو مصرف کن. این اون روایت اولیه که اکثریت غالب مردم جهان به او باورمند شدن. مردمان ما هم همچنین. در کنار روایت پول، این خدای حاکم بر امروز، یک مشت کاغذ، یک مشت اعداد دیجیتالی در دیتابیس های ایالات متحده آمریکا و نظام سلطه، انسانها هرس می زدن کار کنند که این رقم های دیجیتالی بالا بره و اونها بتوانند ببخشید با سازماندهی کردن مبادلات و کارهای اینها خودشان در کاخ ناز و نعمت بنشینند و ما بقیه انسانهای این کره خاکی از فقر و فحشا و نابودی دست و پا بزنند. روایت دوم، ببینید در این سرزمین وقتی شما زندگی میکنید، هر باری که اینها به بحران میخورن روایت‌های رو میکنن. حالا یه زمانی مردم با روایت جمهوری اسلامی از اسلام سیاسی متنفر شدن، سویچ کردن رو روایت 2500 ساله کوروشی. شما گله انسان‌های این سرزمین رو دیدید، مسیحی شدن، یهودی شدن، زرتشتی شدن، نه اینکه به بینش عمیق رسیده بودن، نه در ذهن اینها روایت اسلام شیعه دچار شکست شده بود. به خاطر اینکه حفظ بشن سویچ کردن، هماهنگ پوششون کردن، حولشون دادن به دامان زرتشتیگری، به دامان ایرانچی بازی، کوروش بازی. اینا تردستی های نظام سلطه است، شعبده بازی های نظام سلطه است. برای این هم نهادهای مختلف درست کردن در همین دنیا. شما دارید میبینید نظام سلطه احتیاج داره به اخوان المسلمین، احتیاج داره به گروه های فاندامنتال تندرو، به مسیحیت، یهودیت، احتیاج داره به گروه های نئونازی، ریسیستی، احتیاج داره به گروه های مارکسیستی، کمونیستی، احتیاج داره به تمام اینها، احتیاج داره که بتونه تون سویچ روایت بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ در این سرزمین ما روایت کردی و کردیت پاک شده بود.
نابودش کرده بودن. کرد بودن رو تبدیل کرده بودن به یک مفهوم اتنیکی قومی که شناسه‌هاش طرز پوشش بود و یک لهجه خاصی از مردمان خاصی در یک جغرافیای خاص. و بین میگفتن این کردیه. انگار که ما مثلا سنگیم، درختیم، انگار که ما مثلا حیوانیم، جانوریم. ما ماهیتمون با وجودمون یکیه. یعنی اینکه چطور یک درخت که جوانه میزنه، که رشد میکنه، از بدو جوانه زدن تا رشد کامل و پایان عمرش یک درخته، وجودش همزمان با ماهیتش و با جوهرش و با اسنسش یکیه. ما هم کردیم، همینجوری کردیم دیگه. کردیم به خاطر اینکه میدیم اوس جواد برامون تنبان خشتک گشاد میدوزه، ما کرد میشیم. هیچی دیگه، کردیم. شما چرا ایرانی هستی معلوم نیست. داستانی میگه که یک پیغمبر یهودی بود، اسمش کوروش بود، خیلی آدم گنده‌ای بود، زور داشت، ما ایرانی هستیم. انگار که شما دارید در مورد یک مشت همستل صحبت میکنید، نه در مورد انسان. لذا این نظام سلطه به خاطر اینکه این داستان کردیت، این روایت کردیت، این فلسفه کردیت وجود نداشته باشه، مردم رو بمباران کردن با روایت‌های مختلف. اینجا این روایت کردی موجود نبود. روایت کردی رو کوشیکش کردن، نابودش کردن. این نظام سلطه نابودش کرد. ولی کردیت هیچ نبود جز این که انسان وجودش با ماهیتش یک فاصله طولانی دارد. انسان وجود پیدا میکنه، به قول هایدگر پرتاب میشه به هستی و به وجود، اما در طی زندگی که میکنه، در وسزوانی و آموزگاری که میشه با بزعی کردی، یعنی بهترین زایشگری، او می رود در فرایند شدن، می رود که به کردیت برسد. با عملی که انجام می دهد، با انتخابهایی که می کند، کرد می شود. کردیت ماهیت بود و اینا این روایت رو کشتند. در این سرزمین ما، در این کردواری که از کنارهای عمان است تا مدیترانه، ما مردمانی داشتیم که کرد نبودند. خودشون رو رعیت میدونستن، خودشون رو نوکر میدونستن. ولی در همین مردمانی که به یک لهجه زبانی خاص از گورانی صحبت میکردن، انسانهایی پیدا میشدن که کرد میشدن. یعنی در فرایند محوری، در پروسس شدن، پروژه زندگی خود رو تکمیل میکردند. این روایت، این داستانی که این سرزمین عظیم کردوار رو در طول تاریخ پروتکت کرده بود، زندگی را آورده بود، تمدن عظیمی ساخته بود و بزرگترین تهدید در مقابل نفرین کنندگان به زندگی بود، مورد توطئه واقع شد در بیخبری. زیرا که این کردیت کلام شفاهی بود و کلام مقدس و کلام بزرگ. شفاهی است نه کتبی، چون که بایستی آحاد مردم بدانند، حفظ بکنند، دوست داشته باشند. کلام مکتوب برای ذخیره در بایگانی ها و گنجه ها و قفسه هاست، اما کلام شفاهی برای حفظ در سینه هاست، در جان هاست، که در جان ها حرکت بکند، جریان داشته باشد چونان خون
و این جریان داشت. اما مردمان ما را منکوب کردند، روایت پشت روایت، به یمن تکنولوژی، به یمن ابزارهایی که داشتن بر بدن این مردم زدند. اولا انسان کردی عملگرا را که در عمل، در فرایند محوری، در عمل به وضعی کردی به کردیت میرسید، منکوب کردند و وارد وادی باور کردند. تا روایت کردیت رو بکشند. اینا رو که من گفتم شما رو به یک داستان میرسونه. عبور از دروازه های نظام سلطه. روایت نظام سلطه ترک بزرگ برداشته. نظام سلطه امروز از هر چیزی بیشتر از روایت کردیت میترسد. زیرا به محض ابطال، به محض ترکیدن پوسته های کثیف این نظام سلطه، مردم به خیشتن خیش باز خواهند گشت. به روایت اجدادی شفاهیشان که هنوز بیاد می آورند. ما گفتیم این کلان کردوار این زیان است در شورش های جهنم. این تنها جایی است که در او انسان زندگی می کند و این سرزمین تبدیل به جهنم شده با قیام شورشیان جهان را رها می کند. روایت کردیت، روایتی که در درازنای حیات و تمدن انسان کردی، انسان فرایند محور عملگرای کردی، در شدن باز خواهد گشت. این نظام سلطه ازش ترسیده، داره انتربازی در میاره، داره مردماشو میکنه تو خونه ها، میگه که کرونا میکشد، دروغ میگه، نه هیچ علاجی ندارن، هیچ شناختی از کرونا ندارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، از تغییر روایت میترسن. همزمان با نظام سلطهشون دارن روایت های دیگر رو تزریق میکنن. اگر مردم سویچ کرد، اگر مردم تغییر داد، برود به دامان دانه دیگری، آنچه که اینها میخواهند. به همین خاطر شما در همون اوایل داستان بحران کرونا در کشورهای اروپایی شاهدی که در آلمان حزب نازی راستگرا رو ابطال قانونی میکنند. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اعضاش از بین رفت؟ یعنی باورهاشون از بین رفت؟ یا اینکه تو این آلترناتیو مخفی سرکوب شده رو در دوران بحران میخواهی در ید داشته باشی؟ اگر جامعه از هم پاشید، نظام سلطت پاشید، او بتواند جمع کند، او به عنوان اپوزیسیون، نژاد برتر آریایی، حرفای قشنگی برای مردمان در استیصال نابود شده فقیر از بین رفته بزند که دوباره اینها رو جمع بکنه. این حکایتی که هیتلر کرد، این اتفاقاتی که بعد از رسشن بزرگ دهه 30 اتفاق افتاد و منجر به ظهور هیتلر شد. نظام سلطه جهانی امروز میخواد خودش رو جمع جور بکنه در اتفاقات پیش رو، در اتفاقات آینده‌ای که شاهد خواهد بود از بشر له شده، از بشر بیکرامت، از بشر پشت اخلاقیات یوتیلیتریانی، فایده‌گرایی، بشری که در نارسیسیسم اندیویدوالیسم به فساد مطلق کشیده شده بود، به محض احساس سایه های مرگی که حاکمیت کاری از دستش نمیاد در خیابان ها حضور پیدا میکنه و غارتگری میکنه، جنگ مردم بر علیه مردم میشه. از این میترسن.
در بدترین حالت اگر این اتفاق افتاد باید مردم هم دیگر پاره بکنن، تکه تکه بکنن، تا بعد ضرورت نظام سلطه دوباره احساس بشه که امنیت رو برگردونه. همونطوری که حبس میگه که در حالت طبیعی انسان ها گرگ انسانند، اونها انسان های گرگ آفریدند، درست کردند. لذا راپرین کردوار سربخو از سالهای گذشته تمامی این نظام سلطه و روایتهای نظام سلطه و ابزارهاشون رو باطل کرد. تمامی احزاب، تمامی فعالین حوزه جامعه مدنی، تمامی نخبگان، تمامی انتخاب شدگان و تریبون در دستان، تمامی سلبریتی ها در راستای ماندگاری روایت حاکم یا روایت های تعریف شده دیگری کار میکردن. پس اولین درس سیاسی که انسان کردی بایستی بداند این است: آنها در ذهن شما روایت ها کاشتند. توی انسان کردی 4 روایت میدانی: روایت سرمایه داری لیبرالی، روایت ایرانی آریایی، روایت اسلامی، اخوانی، سلفی، شیعی، صفوی، علوی، شیعی خامنه ای، ولایت فقیه، روایت سوسیالیستی، سوسیال دموکراسی. تو این 4 روایت رو برات آماده کردن. از دامان این میفتی به دامان آن میفتی، از دامان این میخزی به دامان آن میفتی. اینجا روایت واقعی تو، اون روایت واقعی که متعلق به اجداد تو بود، آنچه که تمدن عظیم تو بود، آنچه که به یمن توطئه جهانی و همکاران داخلی مشتی خائن، مشتی حیوانات توسعه نیافته، در هیچ پروسسی قرار نگرفته، طبق غرایز شهوانی و حیوانی زندگی کرده، روایت ما را خواستن به دست فراموشی بسپارند که این کلان روایت کردیت آغاز رهایی انسان است، تولد انسان است، یعنی تولد کردیت. آنچه که راپرین کردوار سربخو سالهای گذشته کرد استفاده از تباهی نظام سلطه بود. او میدانست انسانهایی که او ساخته است با روایتهایی که در ذهن آنها کاشته است امیدی به رهایی ندارند. احمد شاملو میگه انسان کشورهای جهان سوم مثل نیمتنه انسانی در خواب میمانند، این شانه به آن شانه میشوند و احساس میکنن کاری کرد. آقای شاملو نیستند در قید حیات. تمام بگیم آقای شاملو درست اشاره کردی، زیرا که انسانهای این سرزمین 4 روایت میشناسند. از ایرانیت میخزند به اسلامیت شیعی ایرانی، از او میخزند به سرمایه داری لیبرالی، از او سر میخورند به دامان سوسیال. هیچ روایت سرزمینی پیور نچرال انسانی موجود نیست. یعنی با توطئه یهودیای انوسی، با توطئه یهودیان خزری نابود شد نظام سلطه جودو کریستیانیتی، اینا رو نابود کرد. لذا تمام آنهایی که شما در حوزه مبارزه دیدید نتوانستند روایت کردیت را که همان انسانیت باشد، همان درجه است که این موجود، این کریچر بهش میرسه. این کریچر در انتخاباتی که میکنه، در عملی که میکنه به کردیت میرسه، مثل صلاح الدین ایوبی به کردیت میرسه. همانطور که ما در دیبیت های گذشته گفتیم، مثل محمد، مثل مسیح، ما گفتیم اینا گفتن انسان ها یا بایستی پسر خدا باشن، یا بایستی معصوم باشن، یا دیوانه باشن. مثل بایزید بسطامی ما در این سرزمین، ما در این کلان کردوار کردها بودند.
در فرایند محوری، در شدن، در بزعی به کردیت می رسیدند. به همین خاطر تمام این سرزمین کلام اورال بود، کلام شفاهی بود، چون کلام بزرگ بود، چون منش بزرگ بود، چون روایت بزرگ بود. میبایستی شفاهی باشد تا در سینه های آحاد انسانهای این سرزمین حفظ بشود، بهش عمل بشه. حالا نظام سلطه میخواد داستان کرونا را دراز بکند. کار خودشم کرده. روایتاش تکراری. طرف از دامان سرمایه‌داری میخزه به دامان سوسیالیسم، از سوسیالیسم میخزه به دامان ایرانیت، کوروشی، شیعه‌گری. روایت ها سر جاشونه. اینجا روایت کردیت از بین رفته بود، سعی داشتن نابودش بکنن، اما این روایت چون شفاهی بود ماند، مانا بود ماند. و از کلام ما سرازیر شد، جاری شد. دولت ایرانی و دولت‌های کورپوریشن منطقه بدانند این دست و پایی که میزنید آخرش به نابودی روایت‌های شما خواهد انجامید. ولی این بار مردمان این سرزمین به روایت اجدادی خود، روایت شفاهی خود باز خواهند گشت، نه به روایت‌های یهود ساخته شما، نه به قصه های یهود ساخته شما، به خوی اجداد خود، به ماهیت واقعی خود باز خواهند گشت و میروند که بشوند و میروند که به کردیت برسند. پس آنچه که شما امروز شاهدید اینی که امروز هیچ کدام از متفکرین دنیای غرب حضور ندارند، به خاطر اینکه زمانی میاند که احساس میکنن این روایت غالب شکست خورده، بیان روایت بعدی رو براش تبلیغ بکنن، سوسیالیسم. توجه میفرمایید؟ اون موقع سر کله اینا پیدا میشه برای این روایت هایی که دارند، اما امروز حضور ندارن، چون قرار نیست اتفاقی بیفته، چون قرار نیست این روایت عوض بشه. در بهترین حالت بذارید مردمان به جان هم بیفتن، مردمان فاسد مصرفگرای خودخواه بی اخلاق تبدیل به انسان نشده همدیگر رو تکه پاره کنند، بعد ما بیایم یه روایت دیگه براشون نقل بکنیم. این انقلابات شوروی، از همپاشیدگی نظام شوروی سابق، تمامی اعضای حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی دوباره در قالب دولت‌های جدید سازماندهی شدن. از آذربایجانت تا ترکمنستانت، تا تاجیکستانت، تا ارمنستانت، تا اوکراینت، تمام اینها، تا رومانی، تا لهستان، تمامی اینها کار به دستان حزب کمونیست بودن. خانواده حیدر علیوف، الهام علیوف، تمام اینها رهبران حزب کمونیست مناطق خودشون بودن و بعد سویچ کردن به یه دولت دیگه‌ای با یک ماهیت دیگه‌ای. اینا فکر میکنن در این سرزمین میتوانند این کار رو بکنن، میتوانند علی خامنه‌ای رو سویچ کنن به پسرش به نام شاه ولی مجتبی، مثلا روایت جمهوری اسلامی رو سویچ بکنن به دموکراسی لیبرالی، مردمم زیر این له بشن، نابود بشن. نه، اینجا کلام کردوار است و روایت کردی موجود است. انسان کردی زندگی کرده است روایت کردی را. انسان کردی در وجودش، در کالکتیوان کنچزش، کن الگوهای کردی را دارد. ماهیت، کردیت ماهیت است، خصلت است، شدن است، بیکامینگ است، عمل است و از جنس عمل است.
این است کردیت. به همین خاطر ما در دیبیت‌های گذشته، طی سالان گذشته، این متن کردی را، این روایت کردی را سعی کردیم احیا کنیم و احیا کردیم. دولت ایرانی بداند، کورپوریشن یهود ساخته ایرانی بداند، روایت کردی می آید و روایت کردی ارکان نظام سلطه جهانی را به لرزه خواهد آورد. مطمئن باشید.